امشب و اولین بار از 2030 مخابره میشه. نسخه بدون سرنشین جنگنده قاهر نخستین پرواز آزمایشیش رو انجام داد و به زودی رونمایی. یک جنگنده ایرانی که همه آن را یک ماکت ساده می‌دانستند، حالا به پهپادی رادارگریز تبدیل شده که نابود کردن آن کاملا غیر ممکنه. در رغم تمسخرات و سختی‌های فراوان، کشورمان مسیری طولانی را پشت سر گذاشت تا امروز قاهر F313 به پیشرفته‌ترین پهپاد رادارگریز خاورمیانه تبدیل شود. در افق تغییر میدیم، یعنی ان شاءالله خواهید دید توی افق جدید، توی کار جدید و یک انتظار جدیدی که دنیا تعجب خواهد کرد. قاهر به لطف طراحی مدرنش یکی از پایین‌ترین سطوح مقطع راداری رو در بین پهپادهای دنیا داره. این یعنی تشخیص آن برای پیشرفته‌ترین رادارها هم بسیار دشواره. در طراحیش انجام شده، نمونه‌هایی از اون در مقیاس‌های 1/2 ساخته شده، پرواز هم کرده. اما ویژگی‌های رادارگریزی تنها نقطه قوت این پرنده نیست. قاهر می‌تواند با سرعت نزدیک به 1000 کیلومتر بر ساعت به سمت اهدافش حرکت کند و مأموریت‌هایی را انجام دهد که حتی برای پیشرفته‌ترین پهپادهای جهان هم چالش برانگیز است. مهمات و اصطلاح خودش رو در داخل بدنه خودش نگه. این صحبت‌هایی که شد تنها بخش کوچکی از توانایی‌های قاهر بود. این پرنده نه تنها سریع بلکه بسیار دقیق عمل می‌کند و با برد پروازی بیش از 2000 کیلومتر می‌تواند مأموریت‌های دوربرد را با دقت بالا انجام دهد. پهپادی منتظر اتفاق جدید و منحصر به فرد باشیم. قطعاً ان شاءالله اینطوری خواهد